طرفای بی همه چیز. خدا لعنت کنه هر کسی که مزاحمت درست میکنه برای مردم. سلام شاهین جون. سلام، چی شده؟ تو ندیدی یکی از تو کوچه بیاد بیرون فرار کنه؟ نه والا، چی شده مگه؟ بابا چند وقتی هر روز یکی میاد زنگ خونه ما رو میزنه و در میره. وا، مریضن من. والا به خدا خستم کرده. وایسا دم در کیشیک بده. من که نمیدونم کی میاد که. من اگه جای تو بودم یه زیلو پهن میکردم تا زنگو میزد در وا میکردم. سلام. برو بگو مامانت بیاد دم در. چیزی شده؟ نه بگو بیاد دم در. مامان. سلام ملک جان. چرا میای تو ندیدی یکی بیا زنگ خونه ما رو بزنه و در بره؟ والا به خدا از 12 تا 6 هر روز یکی میاد زنگ خونه ما رو میزنه و در میره. بذار از مسعود بپرسم، من سر در نمیارم والا. مسعود جان. بله. یه دقیقه بیا. بله. مسعود ندیده کسی زنگ خونه ملک خانمو بزنه فرار کنه؟ نه. زنگ شمارم که نمیزنه. ملک جان زنگمون خرابه. شاید با کسی کار داره. با کی مثلا؟ اگرم کار داره چرا فرار میکنه؟ میگم زنگ بزن به پلیس. پلیس؟ میترسم اگه پای پلیس بیاد وسط بدتر بشه. خب آخرش که چی؟ بالاخره که باید زنگ بزنی به پلیس. به نظرم خودمون گیرش بندازیم. سلام ملک جون. میگم تو ندیدی یکی زنگ خونه ما رو بزنه و در بره؟ نه والا. زنگ شما رو نمیزنن؟ نه، چی شده؟ خاک بر سرم. اینگاری فقط زنگ خونه ما رو میزنن. بچه‌هان بازیشون گرفته. 5-6 روز چند با؟ 5-6 روزه؟ بله. پس لابد یه چیزی هست. نمیدونم حالا میگم اگه اجازه بدی از خونتون کشیک بدیم. خونه ما؟ آره از همین بالا. ببین من و رودابه از 12 تا 4 وای میسیم. تو میتونی 4 تا 6 وایسی؟ ملک جون تو که میدونی من صبح تا شب دارم میشورم و میسابم. قولی ناصرم سر کار نمیتونه. حسن 2.5 ساعت سر کار میاد. میخوای بگم حسن وایسه؟ اصلا حسن آقا بهترم از حواس جمع هم پرفرسه. آره بابا. علیکم. سلام. خوبم مرسی. مامانم اونجا پیداست. پدر سوخته مگه مریضی؟ مگه من چیکار کردم؟ چرا زنگشونو میزنی؟ بابا رودابه جون با من کار داشت. چیکارت داشت؟ گفتم مامانم اونجا پیداست. خب پیدا باشه. خب برای اینکه ما اون بی‌شرف میبینی تو اونجا معلومه دیگه. یه ذره برو عقب‌تر. خیلی خوب برو خونه ببینم اینجا واستا. نه میخوام برم تو مغازه. برو زود برگرد. ملک منو نگاه کن ببین عقب‌تر وایسم یا اینجا خوبه. نگاه کن. آقا لو رفته. کجای پس تو؟ 2 روزه داریم کشیک میدیم. ای بابا والا بعیدم نیست. آخه چطوری؟ غیر ما که کسی خبر نداشته. همون دیگه کسی چیزی به کسی نگفته باشه. مثلا آخه چیزی میگم باشه. مسعود دهنش لق رو نیست. خدا اینطوری نگو ملک جان، بچه‌م مسعود. ببینم مسعودم میدونه؟ بله.
اصلا بعید نیست. ای بابا حسن آقا این چه حرفیه؟ رودا جان نه اینکه بخواد از قصد بگه، با دوستاش نشسته حرف زد یا از دهنش. گلی جون کلی بهش سفارش کردم، نگران نباش. بی‌تعارف بگم کار یک کدوم از خود ماست. وا حسن من نظرم اینه. من یکی که دیگه سر در نمیارم از این حرفا. خدا رو شکر تو هیچ وقت از هیچی سر در نمیاری. خب چی بگم عزیز من؟ انصافا نمیفهمم چرا یکی بعد زنگ خونه ما رو بزنه فرار بکنه. اگه بازیگوشی بچه‌هاست چرا فقط زنگ خونه ما رو میزنه؟ بابا این همه کوچه، این همه خونه و زنگ. بابا زنگ بزنیم به پلیس. پلیس برای چی؟ پس چیکار کنیم حسن آقا؟ هیچ کاری نمیخواد بکنه. من خودم این ماجرا رو در میارم. فقط هرچی میگیم همینجا چالشه. گلی چالشه ها. رودا به خانم حتی مسئول. بله اصلا چه کاری من بچه‌مو درگیر این چیزا بکنم؟ احتمال زیاد دزدیه. میخوام بیام ببینن کسی خونه نی بپرن تو خونه. وای ناصر طلاها اگه طلا تو خونه است کجاست؟ آقا اینجا جای مناسبی واسه این حرفا نیست. بریم تو حیاط میشینیم حرف میزنیم. گل خانم بفرمایید. حسن بفرمایید. بفرمایید رودا بخونم. تو طلا رو باشه تو خونه. از کجا باید بزنم؟ برو تو. چیکار میکنی؟ تو هنوز دستت به این بنده؟ پاشو دیگه. ناصر جون من میگم این هر کی هست از بچهای همین محله، یعنی از کوچه خودمونه. انصافا از کجا من مطمئنی؟ حسشیشو کافی نیست حسن. چطور از وقتی قرار به کشیک شد دیگه کسی نمیاد زنگ بزنه؟ بابا تو دیگه چرا این حرفا داری میزنی؟ لابد درس کرده به گوش طرف رسیده. آفرین. ولی چطوری؟ عمو ناصر چطوری؟ چی شد بالاخره دستگیرش کردین؟ نه دیگه مثل که خبری نیست ازش. پس چی میشه؟ هیچی. چی می‌خواستی بشه؟ هر کی رفت دنبال زندگی خودش. دیگه کسی کشیک نمیده؟ ای بابا این روزا کی وقت این کارا رو داره؟ هر روز کشی. حسن یا ریچ پختم باره. صدت نکنه. بیا گلی اینو بگیر حواست باشه اونجا. حالا حتما بعد این باشه بدون این نمیشه. سنده بابا. آره حسن امروز 2 روز از مرخصیت میگذره. اگه فردا پیداش نشه چی؟ ای بابا بیرونت میکنن ها. بخش دانم پر 25 روز مرخصی طلب دارم. حسن اینجا رو نگاه کن. این که مسئول رودابه هست. شاید کار داره چیزی میخواد. ناصر جون بیا که برات گرفتمه. بیشرف دوباره پیدا شد. اینجا ببینم. میری خونه مردم دزدی میکنی؟ من کار نکردم. هر چقدر خودت خوبی ولی بچت ناخلف از آب در اومده. من کار نکردم. کاری نکردی برای چی میای زنگ خونه ما رو میزنی و فرار میکنی؟ ماله چون یه زنگ زده این چه ها بیرون ریزیه تو کوچه راه انداختی شما؟ من نبودم. نبودی؟ بچه فیلمشو همه محل دیدن. بیا اینجا ببینم. تو چطور دلت میاد که از همسایه دیوار به دیوار دزدی کنی ها؟ تو از این مادرت که هم پدر بوده برات هم مادر خجالت نمیکشی؟ وقتی پلیس بیاد معلوم میشه چیکار کردی یا نکردی. پلیس برای چی هستن آقا؟ مثل اینکه شما اصلا تو جریان نیستی. رودا بخوام جریان چی باید قرار بگیرم ها؟ ببین رودا بخانم شما مادرید ما هم درک میکنیم،
اما واسه خودش خوبه. فردا روز که بزرگ شد رفت تو جامعه دست نمیکنه جلوی مردم. دستتون درد نکنه آقا ناصر. بعد شما یه نفر انتظار این حرفا رو نداشتن. بابا رودابه جان نگران نباش، نمیذاریم ببرن زندان. زندان برای چی آخه گلی جان؟ البته طبیعیه اگه ثابت بشه. بله. شما دوستی، دشمنی، همسایه من خاک برسری. بابا یه فعلا که پسر شما شد دشمن ما. شما یکی حرف بزن حسن آقا. اینجا ببینم. جناب سلام. این همونی که عرض کردم خدمتتون. ولش کن. جناب فرار میکنه. گفتم ولش کن. میگه ولش وایسا کن کنار. حسن آقا. اینجا چی دزدیدی آقا پسر؟ هیچی به خدا. قسم الکی نخود درست قسم الکی نمیخورم. اینا چی میگن؟ نمیدونم. داره دروغ میگه جناب شما سرور. ساکت. آقا سرکار این یه الف بچه هر روز میاد زنگ خونه ما رو میزنه و در میره. چه ربطی به دزدی داره؟ میگه جناب سروان چه ربطی کلی داره؟ تر و جوای خونشون دارن. شما از کجا میدونی؟ ها؟ میگم شما از کجا میدونی؟ خودش گفت. دزدی کرده از خونتون؟ انصافا هنوز نه جناب سروان. آخه قصد دزدی با خود دزدی چه فرقی داره؟ با عرض کردم هنوز نه. فرق میکنه آقا. فرق میکنه وایسا کنار تو کار ما جناب دخالت سرور نکن. من مخلص شما هم هستم. من فقط میخوام فقط ساکت. از دیوار خونتون بالا رفته یا نه؟ هنوز نه جناب سروان. چرا میگه هنوز نه؟ عزیز من نرفته. وقتی نرفته بچه علی که بگم رفته باشه رفته. پس نرفته. نرفته جناب سروان نرفته. دزدی زیاد شده، کار همین یه ذره بچه است. بیا. نگاه کن همه دارن میگن رفته دیگه جناب سرور. چجوری باید بگن دیگه؟ بابا خیلی خوب خیلی خوب. اینجا پسر. کجا؟ یارمش که یه ذره این سر و صدا ساکت. گفتم با بچه آروم حرف بزن. چرا ربطی داره؟ نگفتم قش قرق نکن. دزدی کرده باید ادب شه. حسنش تقصیر تو بوده. ببین چرا هنوزم نمی‌کنه بچه نبوده. آقا چون فیلم گرفتیم ازش. پیش کنیم بریم با ملت حرف بزنیم.